چجوری مشتریانی وفادار داشته باشیم؟ زاپوس یک شرکت خرده فروشی آنلاینه که تخصصش فروش کفش و لباس و در سال 1999 تأسیس شد و به سرعت به یکی از بزرگترین فروشگاه‌های آنلاین کفش در ایالات متحده تبدیل شد. در سال 2000 زاپوس حدود 1.6 میلیون دلار فروش داشت. و این رقم در سالهای بعدی به فروش چند برابری رسید و تا سال 2008 در گزارش مالیش اعلام کرد که حدود 1 میلیارد دلار فروش داشته. زاپوس با 4 اصل مهم تونست به این پیشرفت توی فروش برسه. اصل اول توجه به تجربه مشتری. زاپوس به مشتریان خود اجازه میده تا کفش‌ها رو به مدت 365 روز بازگردانند و همچنین هزینه ارسال رایگان برای خریدها و بازگشت‌ها را ارائه میده. اصل دوم، تکنیک‌های بازاریابی منحصر به فرد. این شرکت از تبلیغات دهان به دهان و ایجاد تجربیات منحصر به فرد برای مشتریاش استفاده میکنه. اصل سوم، تنوع محصولات. زاپوس ابتدا به فروش کفش معروف بود، اما اکنون دامنه محصولات خود را گسترش داده و شامل لباس، لوازم جانبی و دیگر محصولات هم میشه. اصل چهارم، تجربه کاربری آنلاین. وبسایت زاپوس طراحی ساده و کاربرپسندی داره که امکان جستجو و خرید آسان رو برای مشتریانش فراهم میکنه. اگه بخوایم نتیجه گیری کنیم، شرکت زاپوس از بازاریابی رفتاری استفاده میکنه تا رفتار مشتریاش رو بهتر درک کنن و استراتژی‌های مؤثرتری برای جذب و نگهداری مشتریانش داشته باشه و اونها رو به خرید ترغیب کنه. من احسان آریانکیان هستم و میتونم به شما کمک کنم تا با یه وبسایت تخصصی و بازاریابی صحیح آنلاین کسب و کارتون رو رشد بدین، فروشتون رو چند برابر کنید و مشتری‌های بیشتری جذب کنید.